به نام خدا و با یک سلام مجدد دوست عزیز باز هم به حضورتان حاضر شدیم. خدا کنه که با تمام اعضای فامیلتان جور و صحتمند باشین. عزیزای دل خوش آمدین به پارت 2 برنامه ما. میخوایم که این پارت باز هم با شما شیر بسازم. دوستا دیدین که من تمام چیز تیار کردیم، کباب هم کردم، چپس هم کردم، ترکاری را هم امرایش پاک صفا ششتیمش، منتها توته نکردیمش. توته باز در جایی که تفریح میریم توته میکنیم. و این شیرینی را که هم تیار کردیم این را هم گرفتیم. دوستا سرای ازیا را همیشه بسته میکنم و باید یادآور شم که دیگه وسایل و خوردنی ها را در موتر تیار جای به جای ساختیم. انشالله که باز بخیر رفتم، باز اونجا در وقت نوش جان کردن و در وقت تفریح باز بخیر برتان ویدیو میگیرم و شما را هم در جریان میمانم. دوستای عزیز یارا همیشه میبریم در موتر میمانیم با دیگه وسایل. شما دیگه ما را تعقیب کنین و بیننده باشین که ما امروز کجا میریم. بریم که بریم دوستا. دوستا ما را بیننده باشین. دوستای عزیز ما بخیر حرکت کردیم. یک دعای خیر سدیس جان و مصیب جان هم هستن. بسته فامیل بخیر میریم طرف چکر. چند تصویر زیبا از راه شما را هم نشان میدم. دوستا شما بیننده باشین. دوستای عزیز ما رسیدیم پارک و سودش جان و صاحب جانم یک سلامتی کتتون داره. سلام دوستای عزیز، از شما دوست خوب سلامت باشین. سلام دوستای عزیز، روزمند دوستم خوب سلامت باشین. خب کجا آمدیم؟ در پارک به چکر آمدیم. دوستای عزیز ما چکر شروع میکنیم و شما رو هم همراه خود میبریم ببینیم که ما امروز در چکر چی کارا میکنن اولادا. بریم بچم. ما صاحب چی میکنی؟ مایی؟ مایی است؟ نیست؟ احتیاط صدای است که نفتی باشه. دوستای عزیز هی هم پارک که ما آمدیم به چکر. اولادا سدیس جانشان رو بازی میکنن. اینجا کسایی که کشتیرانی میکنن و با قایق میاین. اینجا هم مایی است. خب دوستای عزیز وقت نان است. من باید بر اولادان نان تیار کنم. امو کباب و چپس را که کردیم دوستا ببینین این کباب اینقدر مغزش خوبش پخته شده. یارا برشان میمانم که نوش جان کنم. از چپس هم میمانم و از ترکاری هم. دوستای عزیز جای تک تک تان خالی دیگه. ما نان ما را میخوریم و بعد از نان باز هم ببینین که ما دیگه چی میکنیم. من صدای جان ما یک وقتی نان میگیریم عزیزم، باز دوباره به خدمتتان حاضر میشیم.
دوستایی هم صدای جان که خدا اینا کرد. خب دوستای عزیز، چکر ما خلاص شد، روز به پایان رسید، اولادا خوب سالشان تیر شدن و از شیرینی های مزدار هم نوش جان میکنم و من شیرینی که خودم دوستای عزیز در خانه آماده ساختیم، ما و سدیس جان او را میخوریم و مصیب هم از این شیرینی خوش داره، از این میخورم. دیگه مصیب بچیم شیرینی داره. خب بخ سدیس بگو که مزه از شیرینی چطور است؟ زیاد مزه دار است، مزه نریال داره. زیاد مزه داره. خب دوستای عزیز، این بود یک روز چکر با من. خدا کنه که از برنامه لذت برده باشین و برنامه تا پایان تحقیق کرده باشین. خب دوستای عزیز، تا برنامه بعد، تا ولاگ بعد، تا دیدار بعد شما رو به خداوند بی‌نیاز میسپارم. همینجا ما کل ما خداحافظی خدا میکنیم، میریم حرکت میکنیم به خیر طرف خانه و یک چند تصویر زیبام از رو براتون میگیرم. دیگه خداحافظ و ناصرتان دوستا. خداحافظ.